یک بار میخواستیم اطرافی اشتراکتون در فیلم خسروی من حرف میزنیم. کی شما رو به این فیلم دعوت کرد و چگونه شما رو انتخاب کردن؟ خب سبب اساسی در فیلم خسروی من اشتراک کردن من این در صفحه اینستاگرام با همکارم با رفیقم دکنم فراناز جمشید عکس های یکدیگرمون استوریز میکردیم. او چند فراناز در فیلم عشق پول دوشنبه بازی میکرد. ما در چندین اینترویو گفتگو هستم که امی استوریز باعث شد که ما در فیلم خسروی من نقش بازی کنم. نبیجان پیرماتوف دعوت کردن همراه اکا عبدالخلیل. اونجا کاستینگ شد، چندین دخترها بود، لیکن نیموبان هم دخترها ما را انتخاب کردن. شما را انتخاب کردن؟ بله. و وقتی که شما را انتخاب کردن شما قبول کردید، سناریو را خوندید، دیدید معقول شد با شما نقشتون؟ البته پیش از وای